سلام علیکم ابا. پاکستانی جان بخیری. دادا با کجا میری؟ ما برم به شهر. میریم بازار خرید کنم. آخه بابا دیشب نگفت نریم به شهر. خود چه کار کنم؟ چی گفتم؟ گفتم دیشب گفتم دادا نره به شهر. خب لباس نمایه، کش نمایه. خود شما بخرین دیگه. ما چی میفهم که اشته چیزا خوش داره بره بخرم. میگم سکاتر من لباسایی که من خوش دارم این نمیفهمم مگر من خود به خودی باشم بابا به خود بگه نوزاد من خود گیپک دیگه نری با شیطونی کنی به زمین رو باشه بگم بابا گیپک جو تو را سعی خلا کنم به زمین بزنم مسئولی خور بگردم سعی که تو با نری شیطونی نکنی که نه بازار رفتم پیاد تو خبر نمیشه اگه تو شیطونی نکنی میریم بازار خرید کنم دیگه و چرا دادی میبری؟ حالا تو چی میبتام میستونی؟ میگو بگو چی میگه بتام بستونم؟ من نمام من رشوت میدی؟ من این پولم از تو برو من رشوت نمایم رشوتی دیگه خب میتونم تو میدم بگیرم این پولا میشکنی من به بیان خواه میگون دیگه گیپک سعی که تو با دیگه طور نمیشه من به تو بگفتم ما میریم با شهر دیگه میریم که خرید کنیم لباس موکلش رو بریم میخوام پس رو میاره به دست راش برو دیگه کار خوب نیه دیگه باید یه ماشین رو به چیز دیدم میاد برو آفرین شطور دیدی نریم برو سلام و علیکم کجا بودی؟ این جاتا کجا میام بابا خبر داری چه کار شده؟ نه چه کار شده؟ دادی من خودی دوماد من برفتم به شهر خرید کنم اشتباه کرد من دیشب بزو نگفتم که اجازه نداره از سرا بدرشی کی بزو گفتک برو؟ ما بابا گفتم دادا نریم بابا دو میده باسم کسی خوبه که پینجایی داد گفتن به پیان خوی چی نگین دیگه ما با عباسم گفتم پینجایی هم بدیم من به پیان خود میگم پیان اجازه نمیده خواه من خودی شما بره بشه من روز اول خودی از اینا گپ زدم که دختر به اجازه نداره از سرا بدرسه هر دمی که عروسی کردیم اختیار خود داریم تا ساعتی که عروسی نکردیم و حق نداره که خود شما به شهر بازار بره کی بزو گفته که برو؟ من همیتا گفتم یک پینجایی دادم گفتم برو دیگه اینا دادم اونایی هم برفتم به جاد من برفتم تو صبر کن من خودی از اینا گپ میزنم که دیگه اشتباه خوارتو نکنه اصلا هی بوی نمیشه می گپی که من خودی از این میزنم بله کجای عباس؟ به شهر؟ خب من به تو چی گفتم دومات خور بگردم حال اجازه نداره که دختر مسرا به درس بره خود مردم بیگونه چه نزنه و در هر دکون استاچ یک صدر خود مردم گپ زنه من قانون مامینه همین مادر دیپاک 35 ساله به خونه من یک لحظه نتونست از خونه به درسه به خونه قوم کش بری و بازار بره چیزی بخره حالا کم دختر من اشتباه کردم تو زودی برمیداری بیاری به خونه میاری هر دمی عروسی کردی اختیار خوردی خوشی به میرقم خوب نی خداحافظ تو باشه زن تو نه زن منه خب باشه زن تو نه من کی گفتم زن تو نیه من اجازه نمیدم خلاصه گپو بگو همین تو زودی برمیداری و میاری به درس سرا هر برگ خاکی که میری بزی میستونی خودی مادر خبر بستم من خوش ندارم که خودی دکندار دختر ما برا گپ زنه بشنیدی یا نه بیشتر از این اعصاب مردگه خراب نکو
به پیش روم استادی تو؟ چی خاطر استادی؟ هیچی گپ به گوش شما تاثیر نمیکنه. من ایرونم که با خود تو بگم، خودم خواهر تو بگم، خود مادر تو بگم. ما به چی بالا افتادم خود شما؟ بابا تو بگفتم روز اول که بابا ما این کار خوش ندارم که تو بیای آدم زن خود بدار کنی، اگه بری رخ بخری، اگه بری کش بخری، اگه بری به میمونی بری. هر دام عروسی که دیوار دا بیا ببر برات کار کو. بیا حساب بر دیوار دا ببر. بساختم در گرفتم مثل من دو دیگه نمیرم تلو. بساختم در گرفتم مثل من دو دیگه نمیرم به تلو. جور باشه بچی برار به. و علیکم شتانی گپه. سلامتی. جان جوره. کجا بخیر کوکو؟ ما هم برم پیش پیاتو. یک 5000 پول گفتم بستونم. انا به خاطر از اینکه ما هم بریم نقل و نخود و کشمیش و بادام و سفره ایده بخریم. انا گفتیم مال پول نداریم. نانه ما گفت برو بستو عبارا خانه چیزه با پولال بعد از عید بخیر میده. کوکو پیش پیار و نه خاطر که قطی کرده. اشته قطی کرده؟ امی تعصابی خراب نیه. چرا؟ این چمی دوماد معبا خوار مبردش تبو برده باشه. او خوش نداره خودی مردم خوار ما گپ زنه. امی لالا بزی بو گفتم کوکو نیه. این تمی تعصابی خراب نشده. این تا اگه شما بری کوکو شاتم خود خوام بزنه شما هم بزنه. راست میگی. خو ایتونه گیپک سیکو بلار منولیلا که هست او اصلا خوب میگه همی دختر من او شو بخونی ما اختلاط کرد پیش نانمه بیامون به دیدن نانمه گفت مادر من خوش ندارم که عباس دوماد می بیای دختر منور داره بباره به تا بازار به خودت نیکوندار گپ زنه ایتا باشه اویتا باشه نامحرم و گناه داره با خصوصا مای مبارک کرم از اون چرا دختر بده به خود مردم بیگونه گپ زنه انا ایتا ماما می بگو بالاخره نری. نیه با ما کار نداره ما برا کلنتر اینام دیونه باگه کوکو شما زد با من کار ندارون دیگه. خب بعد نمیشه که من نیلیلا برا مزد بفهمیدی اول کمه دوی شو از او کلانترم با اگه مر چپه که بزد تو بیای دا شرف خور کن خب اگه با من زد چکار کنم؟ طور نمیزنه تو به چه تقلی خوبه گیپک جو خوبه دیگه. آفرین خوبه این چه دیگه بیشک با رختای خشتکی تیار کردی شی داری غم نداری بوز بخر اگه بوز پیدا نشد مرغ بخر گیلن پول باشه مرغ هم میخره آدم بوز هم میخره مطمئن پول باشه برارمه کجایی؟ تو کجایی برار جون؟ ستنی جنگیری خیلیاتی با مثل مرغی که بال رقچی میکنه ایتی یک بغل کرده رو میری چه کار کنه البابا زیر باسکل شدی؟ نه من خر بگم اینجا گیلن نه بابا گردن ما بند باشه گردن ما بند باشه من جاتی مو خر بیدی همون زرطور به زمین میزنم خوب که دیگه و کک نزدی خودم اموق در جا تو خیلی به زمین زد و کک نمیزنم برای دیگه گفا نگه اینجا چیکار میکنی شیشتی؟ اینجا برارمی برارزاده خود گیپک امال بدید و مستم برم پیش نیلیلا برار خوب که من که پول غرض کنم واسطه صرفه اید انال میگه تو نر کو شرطی کرده اعصابیو انال بیتا فکر میکنم گفتم باشه سعی کنم دیرتر برم که اعصابیم بیای به سر جا خوب بیایه که با ما پولم بده گردن ما بند باشه گیلک جو امیتا ما و تو هم دل نیم که چی بگو که چری؟ که چری؟ ما مستم برون قراری که ده به پیش خالی خو برد 10,000 پولی که بوم به فکر ای چنگی لگانی ای به خیر خوشی بیام 10,000 پیت شما به سر صرفه لیت میخونی کشمیش نو خود میخونیم های نگه کاش که گیلک براره به که کشمیش نو خود میبود رسم و رواج مردم قدیم هم فکر نابرفته براره من آل سفرا پن میکنم که مال 10-15,000 پی قیمت اینه جلو که بیدن به 500 روپیه شیرینی میخریدم معامله حل بود برارم 4 تا نخودی 4 تا تخمی بود والا آخر فدا ولی حالی که سفرات تنوب میشه 99 مدل شیرینی بر سفره چینیه و گیلن مار داره به در کرد مرتکا کلون نامی همه چین که سفره میشینن که ما نخوره قدیم که بیدک پشباق میرفتم
تو یک دفعه به خودکت و چیلک بدو خوب کیسی من قلبه شده بیدن یک بار برای تو به سراغ خالق برفتم انا چه شد همه کشمیش نخودار که بیاوردم برختم تا کیسی که دفعه میکنم که دست خونه کیسی بگردم که یک دونه نیم هم کیسی من برخته کیسی من قلبه بیدن همون پشباقا بیتر بیدن پشباق نگیلم پشباق پشخاب ما پشباق و پشخاب چی فرق میکنه؟ خب میفهم تو زبون تو نمیگه لختی عقل کمال نمیگه میری به خونه خاله خود پول میستینی؟ بله یا برادر میگم بیا جوان سنم برم تو برو من پشت سر من استاش یک دم برار من میشه هاشم کشی که بنده بگو جوانه خول بنده به جلوی یعنی دل شیره به دل میکنی من میرم نورالله من تکی حساب خرابه مر بزنه به تعجو کی تا اون مر بدگی لب ها گردن بندی که پاک میگم ما دومات خود دو خواریز ده خب میگونده عباس سرقی برو باکن بده دلی به شما بیشتر تو سیکو هی کی؟ همی عباس سیکو برش دختر برار مبرد تو نچیز کلا پاک پاکه نمیگذاره که بگه نره به کوچه بازار رو نره خودیو اون مکه میگم نورالله بیعقلیه عباس بیعقلیه صنف 11 خلاص کرده مکتب 11 خلاص کرده برفته دختر برار میستونده دختر برار من کو ایت از حساب فکری که ما که حساب شیردی داره خرابه خواهد دارم و تو ساده نشته دیگه. برارم خود آبارو دیگه حالی اگه برون گه پینیه دیگه حساب سر جا ماده بسه برو سر جای دلگرم باش خیلی کار کنه دل بند تو بیشتر نمیناده بابا ایلا کجا میری؟ هیچی لالا کجا میرم به شهر بودم خود نوزاد خسرو ما زنگ زد گفته به تو کی گفته که نوزاد خوب بری به شهر از من اجازه بگیری تو من خوش ندارم نوزاد تو بری به شهر بری حالا وقت نی عقل نداری بچه میتونه فلانه بس مدانه بیار برو به سرا بیار برو خود مدر خوب برو هر مرگ خاک بری میستری ای لالا من یعنی به میفهمیدم خسور خو نگفتی زنگ نزدی به خسور خو اجازه نگیری نه برفتم به سرا نبود اگه من نوزاد خود گفتم بیا بری سکو عباس ما به تو یک چیزی میگم خب ما با تجربه می بیشتره از تو کلانترم خسور تو به یک حساب راست میگه حق به جانبه درست نامزادتونه منتها نامزاد داری مجبوری حداقل به احترام خسور خانقبول شده یک زنگ بزنی که عجلاتون نمیگردونه نامزاد نمیگه چه اجازه نگرفتیم لالا میگه اصلا نمای بوری ما خوش ندارم میگه سکو همین بونیه اگر تو مثلا به لطف خوش زنگ میزدی خبری میگرفتی یا مثلا به خونه بود بزو میگفتی کاکا خسور نمزاد خور ما ببرم به بازار دست رخت بزو بستنم به خود خوب بستنم چیز میز عوضانه بستنم گفتی نبود حال سکو تو که هیچی نگفتی و هم به دل درد کرده گفته اصلا اجازه نبده که ببری اگه نیمو خسور تو که من میشناسم از این تا کارا جلوگیری نمیکنه نی دل آدم اعصاب خرابیه ما اگه میفهمید روز اول مدام خونه میگیشه که خصوصی فلان دل مرصد نکرده که اصلا دیگه قدم خور نگذارم این گپار نازی برارمه خو حال تو ما نمیگفت از می اجازه میگرفتی با نمزاد خو میبردی با بازار حالا کم که ببردی هر چی میبری مستر بیا به در سرا من بیا که در پشت گوشی خیره باشه آدم کلونه به دل درد کرده به جا پیارتونه اگه تو اول می گپ پر بری و میگفتی که اجازه هست که من نمزاد خور ببرم هیچ گپی نبود لالا مقصد خصوم ایتنیه که چه تو اجازه نگرفتی مقصد همینه میگه ما خوش ندارم که دختر اول خودت دیکندرا تاشر چنه بزنه به خاطر یک لباس به خاطر یک جوری کشه خصوص تو همی تو آدمه خیره باشه به قصه از این گپ نباش همین 4 روز هر رقمی هست تحمل کو باز عروسی طور میکنیم دل جمع میشه از این گپا خسور هم دل جمع میشه بردم زاد خوب در سرای نه هیچی نگفتم بیا هیچی نگو به پیش از این و از اون نگو که من چون من هر روز اول میفهمیدم مادر خود خصوصی ری میکردم ری نمیکردم این گپا فایده نداره همین میشنه و خانواده خسور تو چی میگم رستی چه کار کردی؟ کنده های زمان اینا رو بودی؟ همه خلاص کردی؟ آه چرا از این کشه میرتم خلاص کردیم بردم سرا حسین حالا کجا میری؟ حسین برو به پیش قسمت یاد نکنی که خسور به چی گفته